فی کوسینوس گاما رو میتونم به عنوان وی تتا گزارش بکنم. ببینید همچنان که آ هم همینطوره. حالا من اینجا آ رو کشیدم برای شما توی شکل ای رو همین الان علامت دادم. ببینید این مثلث رو من یک بار اینجا میکشم. توی این مثلث اینجا هست وی. این زاویه رو هم که به من داده گاما. خب وقتی وی رو تجزیه بکنم تو این راستا، تو راستای تتا، این هست وی تتا. این نظر شما این وی تتا که ذهنمون جا بره چه وی گاما همون وی تتا بعد ازش رو در نهایت من اعداد دارم اینجا این طرف هم آر رو دارم. من آر رو داده چند 5 شعایی که گفتیم ثابت هست. پس میتونم از اینجا تتا دات رو استخراج کنم. 15 لپتاپ چی میخواد؟ لپتاپ ایسو خودش استاد دانشگاه چیزه نه اول ادیتاشو رو ازش سوال کنه بعد لپتاپ یه درد رنگش رو یه تک رنگ بزن. آره سلام سلام آرزو شاکر سلام 92 93 353 27 که زاویه وسطمون هم باشه 40 به نظر شما. حالا نهایتش هم چیز شد آدرسش رو بهت میدم. توی یه حساب کن آپارتمان مغازه نداره. توی آپارتمان یه سفارش بدی یا نداشته باشی سفارش هم بدی ها برات میادش. چیکار میکنم اگر مثلث شتاب رو من بکشم اینجا اون شتاب است که شتاب مماثیه. اینجا گاما است. آره چیز کردی بهش بگو که یه دیتاشو اول آموزش رو آموزشگاه زبان داری؟ مشتبه کنار مشتبه مهدی کودک هست خود آیتی رو مسئله داده؟ طالقانی اینجا میخوای بزنی؟ زدم یا نه چند سال داره میزنم بقل مشتبه نواری ندیدی یا مهدی بودی که پیش دستم توی خونه یه بعد از زورا مال شما بعد از زورا کلاس زبان دارم صبح تا ظهر مهد پیش بستانی بچه پیشگاه بعد از زور کلاس زبان است آموزشگاه زبان الان بچه سر کلاس زبان که مهاشون دارم چه مثلا سینوس گاما آیتی هم که مثلا گفته سنش مثلا چند آیتی 5 سال دیگه داریم رو بالا از این هم سینوس گاما دوباره من جایگزین کردم یعنی به جای جی 98 به جای گاما 40 دارم قرار دادم میزان آیزت هم ما کتاب اینجا آموزش کنم بی انگلیش به دست اومد با نصف جهان آیه آر چجوری به دست میومد؟ بعد ندرک هم میدید کتابی که یکی داریم در میاریم آیه تتا در اومد آیه زد در اومد آیه آر بختیاری اسم تو؟ مسیب بختیاری چرا؟ تو گفتی محیط استوانه در حرکت میکنه اسمشتم سش می مسیب آره سش داره صفر خواهد اینجا به راحتی آر رو قرار میدم شعایی که به من داده 5 حالا ذخیره کم قرار میدم تعدادی که قسمت بالا سطح بالا محاضر کردم
تیمار هندسه ها؟ چی نه چه کلاس چی؟ نه ارتعاشات ارتعاشات هم یا فیزیک ها؟ چی؟ ارتعاشات کلاس فیزیک چیه درس؟ ارتعاشات هوا آلوده بود ها یه تعطیلی هم کردن مجازی درست کلاس مجازی گذاشتن فرمول فیزیک سخت رفتی چیزی خسرو رفت اینو براش یواش یواش بریم خدا سیه خدا باشه فردا میام خدا میام دست درد خدا حاج آقا محبت کنید اگر سوالی نیست دوستان فقط تکرار میکنم فقط نام خانوادگی به انگلیسی نوشته بشه و گذاشته بشه برای بحث حضور و غیاب. مهران مردی علی اسکندر امیر حسین شهریاری محمد علی سوارپور کامرامن آقای علی جان نصاری مهران عنایتی ابوالفضل بادپیما صادق فاطمی امین کوهی امیر حسین شریعتی امین کوهی امیر حسین شهریاری ها مهران مردی ها دوباره چند بار می‌ذارید آقای بیگام نیستن آقای قربانی پور آقای امیر حسین رهنما نیستن آقای ملک اصلا ملوک نژاد نیستن آقای رحیم نژاد هم نیستن آقای کروبیان نبودند آقای خوشلهجه نبودند آقای شمیه نبودند آقای شاهین نبودند و آقای صنایی هم نبودند. موفق باشید. خدا نگهدار شما.